سلام به همگی، من مهران هستم. خیلی خوشحالم که امروز برای این بررسی عمیق با من همراهید. میخوایم با هم یه سفر رو شروع کنیم، سفری به قلب داستان ایمانمون. ببینید، این فقط یه داستان قدیمی نیست. این داستانیه که هویت امروز و فردای ما رو شکل میده. یه سفر از باغ عدن تا پیروزی مقبره خالی. خب، این نقل قول اساس کار ماست. ما نمیخوایم به مجموعه از داستانهای پراکنده نگاه کنیم، نه، بلکه میخوایم رد یک نخ واحد و ناگسستنی رو دنبال کنیم. یک روایت بزرگ و پیوسته که از همون سپید دم خلقت شروع میشه و تا پیروزی مقبره خالی ادامه پیدا میکنه. در واقع این نخ داستان اصلی وجود همه ماست. بسیار خوب، نقشه راهمون اینه. این داستان حماسی رو در 5 بخش یا 5 پرده با هم مرور میکنیم. اول از همه این که چطور برای مصاحبت خلق شدیم، بعد اون شکاف بزرگ جدایی، سوم دنیای از پژواک‌ها و جستجوی بیپایان ما، چهارم نجات الهی و در نهایت پیروزی و اون دعوتی که برای همه ما وجود داره. خب بریم سراغ بخش اول، خلق شده برای مصاحبت. میخوایم ببینیم داستان انسان اصلا از کجا شروع شد. و یه نکته جالب، داستان ما با سختی و مبارزه شروع نمیشه، نه، بلکه با یک شاهکار، یک قصد الهی زیبا شروع میشه. کلید فهمیدن همه چیز اینجاست. ما در صورت خدا یا به لاتین ایماگو دی خلق شدیم. این یعنی چی؟ یعنی ما از اول برای یک رابطه، یک مصاحبت کامل و بدون هیچ فاصله‌ای با خالقمون طراحی شده بودیم. این حالت اصلی ما بود، وضعیت پیشفرض ما. تصور کنید زندگی در باغ عدن، جایی که انگار بهشت و زمین یکی بودن. اصلا چیزی به اسم دین وجود نداشت. چرا؟ چون فاصله‌ای نبود که بخواد پر بشه. آدم و حوا خیلی راحت در خنک‌های روز با خود خدا قدم می‌زدن. شادی چیزی نبود که به دنبالش باشن، نه. شادی نتیجه طبیعی این هماهنگی کامل بود. خب میریم سراغ بخش دوم. اینجا جاییه که داستان یک پیچ تند می‌خوره. اون مصاحبت کامل با یک انتخاب شکسته شد و اون لحظه، اون یک لحظه، همه چیز رو برای همیشه عوض کرد. ببینید، تراژدی هبوط فقط شکستن یک قانون ساده نبود، خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. اون وسوسه در واقع یک حمله مستقیم به شخصیت خدا بود. دروغی که گفته شد این بود که خدا داره یه چیز خوب رو از شما پنهان میکنه. در واقع یک جور اعلام استقلال بود، یک خیانت در سطح کیهانی. و نتیجه فوری و فاجعه بار، چیزی که بهش میگیم مرگ روحانی. اون ارتباط بی‌نقص همون لحظه در هم شکست. اون اتصال به منبع حیات و شادی برای همیشه قطع شد. پس ببینید چه اتفاقی افتاد. ما از مصاحبت کامل رسیدیم به جدایی، از هدفمندی رسیدیم به احساس گناه و از شادی به پنهان شدن از خدا. انگار یک شکاف، یک دره بی‌نهایت عمیق بین ما و خدا به وجود اومد. و حالا بخش سوم، دنیایی از پژواک‌ها. از اون لحظه جدایی به بعد، انگار تمام تاریخ بشر یک داستان تکراریه. تلاش برای ساختن دوباره بهشت، اما بدون خدای اون بهشت. این جمله پاسکال فوق‌العاده است. یک خلأ به شکل خدا در قلب هر انسانی وجود داره. ما انگار یه خاطره محو، یک پژواک از اون بهشت گم شده رو همیشه با خودمون داریم. یه اشتیاق درونی برای چیزی که گمش کردیم، حتی اگه دقیقاً ندونیم چیه. و ما تمام تلاشمون رو کردیم که این خلا رو پر کنیم. چطوری؟ با ساختن امپراتوری‌ها، با دنبال کردن لذت، با جمع کردن ثروت، با توسعه تکنولوژی. اما هیچ کدوم جواب نداد. چرا؟ چون داشتیم تلاش می‌کردیم یک تشنگی بی‌نهایت رو با چیزهای محدود سیراب کنیم. یک جستجوی بیهوده. خب بخش چهارم، نجات الهی. اگه داستان اینجا تموم میشد واقعا یه تراژدی بود، اما خبر خوب اینه که تموم نشد. چون ما نمیتونستیم به خدا برسیم، خود خدا به سمت ما اومد. و اینجا به اوج داستان میرسیم، تجسد. یه مفهوم خیلی مهم اینجا هست به اسم کنوسیس. یعنی چی؟ یعنی عمل باور نکردنی مسیح در خالی کردن خودش. یعنی اون جلال آسمانیش رو کنار گذاشت تا انسان بشه و وارد این دنیای شکسته ما بشه، تا اون زندگی کاملی که ما نمیتونستیم داشته باشیم رو به جای ما زندگی کنه. اما اینجا یک سوال بزرگ پیش میاد، یک معمای الهیاتی. چطور یک خدای عادل میتونه گناه رو ببخشه بدون اینکه عدالت خودش رو زیر پا بذاره؟
بالاخره مجازات گناه یعنی مرگ و جدایی باید پرداخت بشه. پس چطور میشه هم عادل بود و هم بخشنده؟ جواب این معما در چیزیه که بهش میگیم تبادل بزرگ. بزرگترین تبادل تاریخ. روی صلیب مسیح که خودش هیچ گناهی نداشت، تمام گناه ما، تقصیر ما و جدایی ما رو به دوش گرفت. اون مجازاتی که حق ما بود رو اون پرداخت کرد تا ما بتونیم در عوض عدالت و بخشش و مصاحبت با خدا رو دریافت کنیم. و نکته کلیدی اینجاست. با این فداکاری اون بدهی به طور کامل پرداخت شد. تمام. اون مانع، اون شکافی که بین ما و خدا بود، برای همیشه از بین رفت. و حالا میرسیم به پرده آخر، پیروزی و دعوت. چون صلیب پایان داستان نبود، بلکه شروع یک فصل کاملا جدیده. شروع پیروزی نهایی. خب، یک سوال. آیا صلیب یک شکست بود؟ از نگاه دنیا قطعاً همینطور به نظر می رسید. انگار همه چیز تموم شده بود. یک پایان تراژیک برای یک مرد خوب. اما جواب قاطع 3 روز بعد اومد. مقبره خالی بود. این یک حقیقت ساده است، اما همین حقیقت سنگبنای تمام امید بشریته. رستاخیز مسیح همه چیز رو اثبات کرد. نشون داد که گناه، مرگ و جدایی شکست خوردن. ثابت کرد که اون قربانی پذیرفته شده است. و مهمتر از همه، طلوع یک خلقت جدید بود. سنگ بنای امید همه ما. اینجاست که همه چیز به هم گره میخوره. ما دیگه تبعیدی نیستیم. از طریق مسیح ما دوباره به اون مصاحبت، به اون خانواده، به حضور خود خدا دعوت شدیم. داستان انجیل در واقع داستان بازگشت بزرگ ما به خونه است. یک دعوت باز برای بازگشت به همون چیزی که از اول براش خلق شده بودیم. و سوال نهایی اینه: آیا ما این دعوت رو میپذیریم؟